بسم الله الرحمن الرحیم. دختری مسلمان ویم بروک جینس میپوشد یا دختری مسلمان کرته‌هایی که مردها میپوشند که میپوشانیم سحر مکتب روان میکنیم، میپوشانیم کجایی که خواهیم روانشان میکنیم. بعداً ببینین اگه مادرای به عقلی ما و شما را ببینین، با بعداً چیکار میکنیم؟ بعداً خواهان او هستیم که یک کس دروازه ما را تق تق کنه و برای خواستگاری دخترمان بیاید. مادرای عزیز، باور کنید امروز مردم فکرش دیگر شده است، از حوض توجه میکند. همین دختری با حیا است، دختری خدا ترس است، خاندانش دروازه‌اش تق تق میکنه برای خواستگاری میآید. وقتی میبیند که از وقتش همین خیلی بی‌معنیگری میکند، ناخوبی های خودش نشان میده، خودش که در اون محله که مشهور کرد، پس پگاه که آمد پرسید همون دختری چی خیلی است، کسی خواهی نخواهی شاهدی میتد، میگد نه اونجا نره که اون دختری چی نداره. همونجا باور که سین سالش تا 30 میرسد، بعد یگان کس اگر یکی زنش مرد یا که یگان کس مثال یکی خیلی ضرورت چی، بعد میاد به خواستگاری همون کس. اما این چیزا نمیخواهیم که ما میخواهیم دخترای ما در سین 17 و 18 با این همین خیلی خرسندی ها آمده از نزد دروازه ما به آب رو گرفته برنش که ماها گویم در پیش یک دو با خواه آشنامان باشد، خود دوگانمان باشد، با گردنمان بلند شود. مادر عزیز، آخه برای آنچه که این پیدا کردنش در دست ما و شما است. ما نگذاریم که مثال آنچه که اونا میخواهند، آنچه که اونا اراده دارن، اونا را استفاده برند، زیرا خطری در آخرتش دارد، خطری گویم در سین سال 17 و 18 دارد. اینا او روز در ما اخبارات آمد بود که من را در جمعه اعلان کرده بودم. مثال ببین دختری صنف 9 از بچه صنف 11 حامله دار است در فرخار. یک دختری صنف 9 از بچه 11 حامله دار شدگی است. به خاطر چی بوده است؟ وقتی جوان پرسیدم گفتن خیر وقتی که می آمد مقصد لباسهای جذاب داشت، وقتی که ما را در اون احوال دیدیم راستی بار وسواس شیطان شدیم و پیامی زلک گرفتیم. این امروز کار به حدی آمد که مقصد توی اندازه است که هر کاری میکنیم بکنین، من اینا نمیگیرم. مقصد هر کار همش تیارمون، لیکن اینا من بزنی نمیگیرم، زیرا یک تنها این حمله که ای دارد این تنها از من نیست. ببینین به خاطر چی بود همش؟ از چی سبب پیدا شد؟ به خاطر خود ما که تیار کردیم و روان کردیم، خیلی اون روزش میتن. هر یک او شاعر میگفت که همین درختی که اگر میوه کرد از دیوال خانت که بیرون شد، خواهی نخواهی مردم که میوه را دیدن میزنن سر قطعی و میوه را میگیرن. یعنی وقتی ما هم که اگر مثل میوه و دخترای ما خوشروان وقتی در کوچه میبراریمشان، خواهی نخواهی این گرگه ها بسیارن، آدمای هستن دایم همخیلی میکوان، بعد به آب رومان میکن، بعد در محله شان شرفمون میریزد، آب رومان میریزد که او سخنی که علاج واقع پیش ای وقوع بود ما که نکردیم، انا مرحمت به آبروگیمان. برای مادرای عزیز بسیار احتیاط کنیم. و خدا برای قدر و قیمت خودمون گپ میزنم، برای شرف و قدرمون، برای اینمی هممون آواز رو هیچ آدمی گویم که بی درد نیست. وقتی همین واقعه را میشنوی یا دولینت میزنه یا یگان درد دیگه را میزنی، گویم با از حساب اینمی مصیبت فرزند روز خوشیش نادیده از دنیا را ترک میکنی میره، چی فایده داره؟ به همین خاطر همش در دست خودتان است. احتیاط کنین. به همین خیلی گویم که لباسای خیلی ناخوب دخترها را آورده نرسانین. مادرمان عایشه وقتی دید این توده زنها را که زیارتش آمدن که این خیلی لباسای تنگ و این خیلی که تمام اعضای زن بیرون در نمایش داد، خیلی نبود، بلکه میگد کم تنک بودن که بدن نما نبود، تنک بود. حضرت عایشه مادرمان چی گفت؟ این کنتون مؤمنات، گفته ای دخترای عزیز، گفت من از زیارت آمدین، خوش به حالتون، ثواب گرفتین، من زن پیغمبر هستم، ثواب گرفتین، در حقتون دعا میکنم، لیکن اگر ذره ایمان داشته باشین از همین جای من که خیستین خانه رفتین این لباس ها را دیگر ابدی در بر نکنین، که این لباسی که شما دارین لباس زن مسلمان نیست. گفت ببینین یک لباسی تنوتر بود که بدن نما نبود. امروز همت از روی انصاف جواب دین که اگر همون زیرپوشی زن نباشد، باور که کلی بدنش در بیرون است. باور کنیم به خدا در بازارا چشم تا دیگر همین تا اوی کرده نمیتونی. اگر همین یک زیرپوشامون نباشد تمام بدنمون در بیرون است. و حبیب خدا
1500 سال پیش چی گفت؟ اکی هم معجزه شکاو زنون بعد دعا کیم که از جای دیگه ما هم منتظرن. معجزه بود در دوره پیغمبری نبود. گفت صنفان من امت اهل نار. اکنون صحبت ما در اون 4 میسه حضرت امیر جان بود تا که ایسا آمد انشاءالله بعد میگردیم شد. میگد که دو طایفه صنفان من امت اهل نار، دو گروه از امت من ارزنده آتش دوزخ دارند. ببین ارزنده آتش دوزخ دو گروه انسان دارند. حبیب خدا را پرسیدن اینا کیا هستند؟ گفت یکم قوم معهم سیاد یضربون بها الناس، یعنی قوم معهم سیاد کاذناب البقر یضربون بها الناس. زمانی می شود که یک قوم براید در دستشون تیاق دارند که مثل دنب گاو است، با این تیاق مردم بیگناه را میزنند. امروز تمام دنیا در اعلان کردند که همون تیاق سیاه دوبینکه است که پیغمبر خدا دوره پیغمبر در این دوبینکه نبود که تلویزیون را ببینین کجای در مردم جمع است، مردم را میزنند. حبیب خدا گفت زمانی میشود که آدمای میبرند که حق خود چه طلب کردن را میزنندش. اگر حق چه طلب کردن که حق من است، مثال همینجا تو در حق من ظلم داری میزنند. رسول الله گفت اون کسانی که اینا میبردارند در سر مردم و پشت مردم میزنند اینها ارزنده آتش دوزخ دارند. دوم رسول الله چی گفت؟ بسیار عجیب گفتند و زمانی ما را گفتند نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. ببین لا يدخلن الجنة رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها من مسيرة كذا و كذا. عجیب زیبا بیان کن. زمان میشود که نساء کاسیات، زنها لباس دارن. گفت پیغمبر لباساشون را میپوشن، چیزی از لباس هست همش را میپوشن. عاریات، لیکن لباسی میپوشن که بدنش تماشا میکنی. ببین زمان پیغمبر در این طرز لباسایی که حاضر بدن نما هستند اینا نبودن. حبیب خود گفت زمان میشود که میپوشن لباس دارن لیکن بدنشون میتابن. عاریاتون مائلاتون ممیلاتون، اینا گفت که خودشون بیماری ناخوب شدن، اینا که گویم خیلی بی‌تمیز و بی‌خیرتن، لیکن همین بدبختیشون باز در دوگانه ها همسایه هاشون میرسه. گفت ولی بینین یک کس که پوشید چی میشود؟ دیگریش هم همون آرزو میکرد، دیگریش هم همون آرزو میکرد، بعد شهر پوری هم خیل میشود. رسول الله چی گفتن؟ لا يدخلن الجنة. برای این دو طایفه کاسنمة البخت هم گفتن پیغمبر زمان میشود که زنها گفت سرهاشون لوج میکنن و چنان گفتن مویهای سرشون میپیچونن که مثل در پشت شتر یک کوهان میگن، طوری سرشون گفت مثل کوهان گفت مویهای سرشون میپیچونن. ها ولی زنکا میکنن که مثال در طورای سرشون مثال یک مویهاشون میپیچونن لیکن روی مال ندارن. حبیب خدا گفت هم تا میکنن. گفت روین گفت این زنها را و این مردهایی که مردم بیگناه میزنن از نام پیغمبر گوین که بوی جنت که از 500 سال راه به مشام انسان میرسد به مشام این دو گروه نمیرسد. بوی جنت نمیرسد. ولی کجا داخل شدنی در جنت؟ ببینید مادر عزیز همه این سخن خدا هست، همه این سخن پیغمبر خدا هست، لیکن همش به فایده ایمان است. ببین مشکل نیست. آخر امروز همین قیچی را گرفته و همین دخترایی که آستینای کلته دارن، دخترایی که آستین درازن، همون نمیتونه یک قیچی زدن امی آستین چیه؟ لیکن ایمانش نمیمانه، لیکن خدا ترسیش نمیمانه که هم قیچی را گرفته و همون را چکار کنه؟ از همون بری بالا پایه مثال گویم که ببرد. ولی اول یک زمانه مثال ما که سالای تقریبا 86 بود ما اویله دار شدگیمان، او زمانه آستینا کم تر بوین تونیجورا بود. حاضر اینا کتف دایم میبینین، حاضر بلند همین میدان اومده سوال دیگر آستین گم میشود. اگر همین خیر رفتن گیرد این آستینا گم میشوند. دیگر تمام زن در بیرون انا مرحمت کو دیگر برکات شود، کو مرحمت یگان فیض شود.
بعد مرحمت کو ببینیم که در چه عذابهای به خدا قسم ما و شما روبرو میشیم. خدا چه عذابهایی داره، چه دردهایی داره که برای ما و شما راه میکند وقتی که ما سخن خدا را اجرا نمیکنیم. و این خاطر این مسئله بسیار مسئله جدی است. مادران عزیز همین در بسیار توجه داشته باشید. یک کاری کنین که پگاه گور میرین، هممون فراموش نکنین که گفتی همون عبدالقادر بیدل یک وجب راه است بیدل از تو تا دامان خاک، تا همون قبرستان محلت بین تو و بین قبرستان گوی یک وجب است. مثلا بسیار نزدیک گرفتن. یک وجب راه است بیدل از تو تا دامان خاک، در سر میشگان چو اشک استاده هوشیار باش. دنگ اشکی سر میشگانی یا این زمان یا زمان دیگر میغلطی پیش خدا میره و خدا در خجالت بمانی. بسیار اونجا اگر هزار داد بگوی پشیمانی که کنی دیگر او فایده نمیبخشه. و این خاطر ما همین جدا هرچی قوتی دارید، هرچی کوشش دارید برای بهبودی فرزندامون، برای آبروی فرزندامون، برای آبروی خودمون کوشش کنیم. خدا خواسته باشد هم دنیامون هم آخرتمون زیبا میشود. بسم الله